برای بنده در روز قیامت روزه و قرآن کریم شفاعت میکنه، سفارش میکنه. زمانی که عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نقل میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود الصیام و القرآن یشفعان للعبد، برای بنده در روز قیامت روزه و قرآن کریم شفاعت میکنه، سفارش میکنه. حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم عجیب نکاتی را در بر داره. کلام شخصیتی است که الله سبحانه و تعالی او را در سخنان و زبانش تصدیق کرده، تایید کرده. از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم سخنی نمیبراید که او مفهوم و مقصد و مطلب اعلای نداشته باشه. مومن اگر در این حدیث کمکی توجه بکنه میدانی قدر عزتمندی تا امروز روزه استی. روزه یک چیزی است که در چشم دیده نمیشه. بند کردن تو از آن چیزی که الله منع کردن از صبح صادق تا طلوع آفتاب به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی این روزه بود. این دیده نمیشد. اما تو خبر داری که در روز قیامت الله برای شکل میده، الله برای جسم میده، پیش میشه، استاد میشه. الله سبحانه و تعالی سوال میکنه از الله سبحانه و تعالی میخواه. قرآن کریمی که تو تلاوت میکنی مجموعه از حروف و کلماتی است که ما تو سخن میگیم، لیکن در روز قیامت الله سبحانه و تعالی او را جسم میده، او استاد میشه، او با قوت، او با زور استاد میشه. از الله سبحانه و تعالی مطالبه داره. برای کی؟ برای بنده. تو را مطالبه داره. چرا تو را قدر عزت میده؟ سفارش تو را قرآن روزه میکنه به خاطری که هر کدامش دلیل میده. شما بدانید که تمام اجزای دین ما، تمام شعبات دین ما هیچگاه بدون دلیل و سند نیست. اگر قرآن شفاعت میکنه دلیل میگه، اگر روزه شفاعت میکنه دلیل میگه. یقول الصیام، روزه میگه ای رب، ای پروردگار ما، انی منعته الطعام و الشهوات، از چیزی خوردنی که نیاز برش داشت و در اوقاتی بود که او در عادت بود همیشه تناول میکرد و الشهوات، از او خواهشات نفسانی که بر ابرای شهادت بود از او منع کرده بودم. در کجا؟ فی النهار، در روز. در روز ما ایره منع کرده بودم. نکرد که ای آن چیزی که خواسته خواهشاتش بود او را پوره بکنه و دست دراز بکنه. من نماندم، مانع نبودم و این رعایتی مرا کرده بود، لحاظی مرا کرده بود. این لحاظم به خاطر اتکلم منفعت شخصی نبود. این لحاظ به خاطر ازی نبوده که مردم برش آفرین بگوید. این لحاظ به خاطر تو بوده. الصوم لی و انا اجزی به، روزه برای ماست. همه عبادات برای الله سبحانه و تعالی است. اما آنقدر که بندگی الله در رمضان برای انسان نمایان میشه، در این جای دیگر نمایان نمیشه. در رمضان سخت به امتحان الله قرار میگیری و دوستی که خودت کامیاب میسازی. از اون خاطر رمضان میگه که من ایره از این چیزا منع کرده بودم در روز. چی مطالبه داره از الله سبحانه و تعالی؟ فشفعنی فیه، مرا سفارشی قرار بده، شفاعتی مرا در مورد از این آدم قبول کن. من سفارشی از این نمیکنم. امروز درک نمیشه این رمضان. امروز ما این ثمره و نتیجه را نمیفهمیم، حتی در ذهن و تصوری ما نمیاد. ولیکن زمانی که در قیامت همه چیزی خیالی، همه چیزی که در درون قلب وجود داره کلش نمایان شود در دشت برای در میدان برای اونجا باز معلوم میشه که یک شفاعت چقدر قدر و قیمتی داره. ظن جمیل وافر قدمته امشي